اولین وظیفه‌ای که جمعیت پیش خودش گذاشته بود این چی بود؟ طلبه ها رو به استانبول فرستادن. یعنی اینها اون وقت استانبول یک مرکز خلافت، مرکز مسلمانان می‌دونستند. فکر که همون زمان ملا اکرام شاه از جمله شخصایی بود که همین انگشت سبابه سنت می‌دونست. دیگه ملاهای متعصب بخارا این چیزا انکار نکردن که ملا اکرام شاه میگه همین سنت می‌دونست. اونها مثلا کشمکش می‌کرد. استاد جمعیت علمی فرهنگی به نام تربیت الاطفال کی تشکیل شد؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. ببینید این جمعیتی مخفی بود اصلا. جمعیتی مخفی علمی فرهنگی است. اینا بخاری‌ها سال 1329 هجری که تقریبا برابر با 1911 میشود به تقویم میلادی، یعنی تقریبا یعنی که 114 115 سال پیش تشکیل کردن. این استاد عینی هم در کتاب تاریخ انقلاب بخارا خیلی وسیع درباره‌اش معلومات دادن. ببینید استاد عینی میگن که این که در ماه 28 ذوالقعده سال 28 به نام تربیت الاطفال جمعیت مخفی تأسیس یافت. تا رمضان 1329 خب این جمعیت میگه فلان 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 آدم‌ها همینجا همراه بودن. فهمیده؟ بعد میگه یکی از بندهای همین چی جمعیت این بود که به سیاست مطلقا آمیخته نمیشه یا دخل نمیکنه. این شرطی اساسیش بود. چون که اینا میخواستن فقط از جهت فرهنگی مردم بیدار شد، یعنی که همین روش همون مکتبای کهنه که بود بخواستن همون از نو کنن، یعنی که علم‌های اساسی باید که وارد کرده میشد در تربیت. تا علم‌های اساسی قرآن، حدیث، تفسیر مثلا نبود در همون چیزی بخارا اون قدر واهی میکنن مدرسه بخارا همه اینا رو به حاشیه برده، فقط به همین حاشیه خوانی و بعضی مسئله تراشی و مختصر خوانی دیگه همین چیز داشتن، از این چیز بیرون نمیرفتن. اینا برای این مثال جوان‌ها اومدن اینجا همون به اصطلاح جدیدی ها میخواستن که همین اصلاحات گذارنن، اصلاحات فرهنگی. خب برای گفتن که جمعیت مطلقا به سیاست دخالت نمیکنه، یعنی که مقصد چه میکردن؟ مردم فقط در ساحه فرهنگ کار میکردن. اینجا نامش هم استاد آوردگی میگن که مولا عزت الله و پارسا خوجه و مولا نرز الله و حاج عبدالستار و فلان فلان. بعد میگن که انا و نویسنده این سطرها صدر عینی داخل شدن، یعنی که خود استادم یکی از چی شخصیتی که همیشه تشکیل کردن و در اون اشتراک کردن و شاید یک وظیفه کلیدی هم داشتن. چرا که یک اشاره عجیب دارن میگن که از بس که دفتر جمعیت در دستم نیست، تاریخ داخلشوی هر کدام رو انیق گفته نمیتونم. یعنی معلوم است که انسان در همون جمعیت یک وظیفه داشته است. میگن که جمعیت خیلی پرقوت شد، در همه جا پهن شد، بعد بین خلق هم دیگر جای خودش یافت. ببینید اولین وظیفه‌ای که جمعیت پیش خودش گذاشته بود این چی بود؟ طلبه ها رو به استانبول فرستادن. یعنی اینها اون وقت استانبول یک مرکز خلافت، مرکز مسلمانان می‌دونستن. خب برای گفتن که طلبه ها رو به اونجا میفرستن. بعد سال همین 1329 خب میگن که با همراهی اعضای جمعیت حامد خوجی مهری 2 نفر برای تحصیل به استانبول رفتن. چون استانبول که مرکز بود دیگه اینجا طرز درس دادن و اینا هم پیشرفتگی بود، می‌خواستن که از این تجربه چی آموزن اینها. باز همون سال میگه احمد جان مخدوم 2 پسرش افضل و اکرم رو به خرج جمعیت، ببینید تو چه درجه این جمعیتی پرقوت بود که جمعیت بین خودش پول جمع میکرد، همین جوانایی چه به استانبول میفرستن برای خواندن همون زمان. استاد میگن که همین چیز جمعیت باری انسان‌های ثروتمند گذاشته بود. ثروتمندا مثلا بچه خوشحال میفرستن، در برابر اون فقیر دیگر هم میفرستن که اونجا رفته خونه و درس یاد گرفت و مثلا اسلوب روش نو چیه یاد گرفت. من اینجا خدای راه قبول شدن به اعضا و جمعیت مثلا این چیزا رو مثلا چیکار دیگه که خیلی انسانا قبول میکردن، یعنی که یک عجایب بود اینجا که برای اعضا شدن به این جمعیت یعنی که آدم باید که پاکیزگی اخلاقی داشته باشه، یعنی که پیش از این یگان نامعقولی نکرده باشه که بین مردم شرمنده شه، یعنی که یگان کامپرامات داشته باشد و آدم از جهت مثلا مایخور نباشد، یعنی که آدم عملهای ناروا نکرده باشد، رازپوش باشد، معرفت پرور باشد و وغیره دیگر از چی ها. اما ببینید اینجا استاد میگن که ما یکی از همین جمعیت 3 هدف اساسی داشت. 3 هدف اساسی چی بود؟ علم و معرفت نشر کردن و مبارزه با بدعت و خرافات در توی عزاها و تشکیل جمعیت‌های خیریه. ببینید تاجیکای بیچاره از همون 100 سال پیش هم 100 چند سال پیش هم در فکر چی خیلی همین بدعت و خرافات دور کردن بود. یعنی این نشانی اون نشان می‌دهد که همین گروه همین جوانایی که همین تشکیل کردن از جمله همین استاد عینی اونها اون وقت یعنی که نیتشون چی بود؟ علم نشر کردن و دور کردن بدعت و خرافات از چی زندگی روزمره مردم. بعد از اون استاد عینی یعنی کارهایی که جمعیت کرده که در ساحه معارف تعریف میکنن، میگن که 1 سال بعد از تشکیل، یعنی که در این
اگر گفتم یا سال 1910 یا 11 باشد تشکیل داشت، گفتن در سال 11 طلبه‌هایی که به استانبول فرستاده شدند عددشون به 15 میرسید. خب و در سال 1914 کلان و خرد به 30 نفر رسیدن میگن. با بالا اینها یعنی که شخصای فرستاده شدن که بالا اینو نظارت میکنن که با هر خیلی فکر نروان. ولی دیگه که جمعیت در حقیقت یک کاری میکنن که متشکلانه بود کارشون. خب این چنین میگه از جمله انسانایی که نظارت میکردن مثلا حامد خواجه مهری بود، همون حمدی که رفیق استاد عینی بود، و مظهر مختوم و محمد نظر مختوم و هاشم شاهی که اینو دیگر اینا همون طلبه رو در چی میکنن نظارت میکنن. و در استانبول هم یک جمعیت به نام بخارا تعمیم معارف جمعیتی، یعنی که جمعیت نشر معارف بخارا یک جمعیت رسمی در استانبول نیست که شده بودن همون زمان. خب از این معلوم میشود که اون زمان وقتی که همین جمعیت تربیت الاطفال رو تشکیل کردن، هدفشون چه بود؟ از علم معارف نشر کردن، یعنی که در ساحه فرهنگ یعنی بیداری مردم معارف پروری کار میکردن. دوم ویشون چی؟ یعنی که مبارزه بردن علیه بدعت و خرافات ها. خب یعنی فکتای جالب از در این کتاب حیران میشه. بعضی چیزا میخونیم میگن که گویا که استاد عینی در این سال 90 هم زنده باشن. اینی که میگن که همون زمان هم یعنی که مولا اکرامچه میگن، هم پدر جلال اکرامی خدا رحمت کنه، مولا اکرامچه میگن که همون زمان مولا اکرامچه از جمله شخصایی بود که همین انگشت سبابه سنت میدونست. دیگه مولای متعصب بخارا این چیزا انکار میکردن که مولا اکرامچه میگه همین سنت میدونست. با اونها مثلا کشمکش میکرد. یعنی که در خود بدایت همون کتابشون هم استاد عینی میگن که از جمله شخصیتایی که در همون بخارا مثلا تاثیر داشتند و برای خاطر مثال زنده کردن و از نوسازی برنامه درسی بخارا خیلی کوشش کردن، مولا حاجی‌بای خوجندی مگه مولا حاجی‌بای خوجندی بسیار تنقید میکرد این روش درسگاهی، این نمود برنامه درس رو سخت تنقید میکرد. برای خاطر همین چیز میگه از شهر رانده شد. این برابری همین با یک ابو سعید سمرقندی دیگری بود که و همین مثل مولا حاجی‌بای خوجندی در اونجا میگه اسلوبی درسگاهی یا اسلوبی برنامه درسی تنقید میکرد. بعد هر دوینا میگه اشر بیرون کردن بدرقه کردن تا این ابو سعید سمرقندی رو مال ملکش مصادره کردن برای خاطر اون که فقط گفت این برنامه درس هیچ جا نمیبره شما رو.